از لحظه‌ای که مشتری با شما آشنا میشه تا لحظه‌ای که خرید بکنه و بعدش فرآیندهای وفادارسازی اتفاق بیفته، نقاطی وجود داره که اون نقاط زبرن که احتمالاً مشتری در یکی از اون نقاط از سیستم فروش شما خارج میشه و ترجیح میده کسی دیگه ای رو انتخاب بکنه. در اصطلاح بازاریابیش میشه که استکاک. میگیم در سیستم فروش ما نقاطی وجود داره که باعث استکاک مشتری میشه و وقتی مشتری در اون ناحیه ها قرار میگیره، وقتی استکاک از آستانه خودش رد میکنه، مشتری ترجیح میده که از شما خرید دیگه نکنه و از کسی دیگه خریدش رو انجام بده. این اصطلاح خیلی مهمه، چرا که در خودش میتونه نرخ تبدیل مشتری به خریدار رو تعریف بکنه. میتونه وفادارسازی مشتری رو برای شما سهل یا سخت بکنه. پس از این دو جهت بسیار مهمه که شما نقاط استکاک مشتری رو بشناسید. بذارید با یک مثال صحبت بکنم. فرض کنید قرار یک نوبت برای پزشک بگیرید. چند بار باید تماس بگیرید تا منشی جواب بده؟ و بعد که نوبت رو گرفتین چند ساعت باید منتظر بمونید تا نوبتتون بشه؟ دقیقاً تماس گرفتن شما و منتظر موندن شما نقاط استکاک هستند که البته در سیستم پزشکی چون اجبار و سلامتی وجود داره، احتمالاً شما میپذیرید که این استکاک رو قبول کنید و کار رو جلو ببرید و مشتری تبدیل به خریدار میشه. اما در خیلی از کسب و کارها اینطور نیست. مثلا شما فروش یک هایپرمارکت رو در نظر بگیرید. در بدو ورود صفی درست نمیشه چون ورودی بازه، بزرگه، همه میتونن وارد بشن. اما وقتی خریدهاشون رو انجام دادن و خواستن خارج بشن، اگر 2 تا کانتر باشه و وقتی شلوغ بشه، احتمالاً صف تشکیل میشه. این صف یک نقطه استکاکه. برای همین هست که هایپرمارکت ها میان چندین کانتر رو قرار میدن که تجربه خروج خوبی رو فراهم بکنن و مشتری در اون لحظه تجربه بد نداشته باشه، چون باعث میشه که در آینده بگه که خیلی شلوغ بود، به نظرم خوب نیست که من دوباره بخوام برام اونجا خرید کنم، میتونم خریدم رو از جای دیگه‌ای تهیه بکنم. پس استکاک جنس‌های مختلفی هم داره. بعضی وقتا استکاک درون تیم شما اتفاق میفته. مثلا بازاریابی لیدهای گرمی رو تعیین کرده اما تیم فروش شما نمیتونه اونها رو به حسابداری معرفی بکنه. این نشون میده که اطلاعات بین تیم بازاریابی شما و فروش شما به درستی عمل نمیکنه. گاهی وقتا من میخوام وارد یه وبسایت بشم، اون وبسایت خیلی کند عمل میکنه. این نقطه استکاکه و من دکمه خروج رو میزنم، یک وبسایت دیگه ای رو انتخاب میکنم. گاهی وقتا شما میایید خرید رو انجام میدید اما پشتیبانی از خرید درست انجام نمیشه. یعنی من اطلاعات پس از فروش و خدمات پس از فروش خوبی رو ارائه نمیکنم. این یک نقطه استکاکه که شما باید این نقطه استکاک رو در سازمانتون، در تیم فروشتون، در تیم بازاریابیتون پیدا بکنید. چطور؟ 2 تا کار رو خیلی ساده میتونید انجام بدید. یک اینکه خودتون رو جای مشتری بذارید، از اول همه چیز رو طی بکنید. یعنی از اول آشنایی با برند خودتون شروع بکنید، بیایید جلو، اطلاعات رو چک بکنید به عنوان مشتری، خرید رو انجام بدید و خدمات پس از فروش رو نگاه بکنید، ببینید کجا شما رو داره اذیت میکنه، کجا ممکنه که شما ترجیح بدید دیگه ادامه ندید و خرید رو انجام ندید یا پس از خرید دیگه خرید مجدد رو انجام ندید. این یک حالتشه که شما چک میکنید، نقاط رو پیدا میکنید و اصلاح یا حذف میکنید. مورد دوم اینه که شما از مشتریاتون میخواین که اینها رو به شما بگن. دقت کنید که خود فرم‌های نظرسنجی در فرآیندهای کسب و کار بعضی وقتا استکاکه. یعنی شما یک فرم مثلا 20 سوالی رو میتونید تبدیلش بکنید به 3 یا 4 سوال. چرا؟ چون 20 سوال رو بخواد پاسخ بده احتمالاً 20 دقیقه زمانش رو میگیره، اما 3-4 سوال ممکنه 5 دقیقه نهایتاً زمانش رو بگیره، چون در اینجا استکاک بیشتر از جنس زمانه که ما داریم راجبش صحبت میکنیم. اما خیلی چیزهای دیگه هم میتونه باشه که من فعلا فاکتور میگیرم. پس میتونید نظرسنجی بکنید. این نظرسنجی رو حتی میتونید خارج از قالب فرم‌های نظرسنجی انجام بدید. به پرسنل آموزش بدید که از مشتری بخوان و بپرسن سوالای هدفمندی رو که شما رو در جهت یافتن این نقاط استکاک کمک بکنه. همونطور که گفتیم اصلاح یا حذف این نقاط میتونه به شما در تبدیل نرخ مشتری، در نرخ تبدیل مشتری به خریدار کمک بکنه. یعنی این نرخ رو میتونه برای شما بالا ببره، میتونه تجربه بهتری برای مشتریای شما خلق کنه. بالفرض مثال یک سالن زیبایی رو در نظر بگیرید که مجبوری تماس بگیری و نوبت بگیری. این خودش یک استکاک.
استکاک من با مدیر داخلی یا با منشی یا با خود اون کسی که داره خدمات به من میده. من برای اصلاح این قضیه میام پنل پیامکی نوبت‌دهی، تقویم نوبت‌دهیمو وارد میکنم، از طریق اون میتونه انتخاب بکنه یا نه. وبسایت دارم، میام از طریق وبسایت نوبت‌دهیم رو براش ارائه میکنم و اون میتونه از طریق اون نوبت بگیره و بعد بیاد خدمات رو دریافت کنه. خیلی جالبه که بدونید این کار در سالن‌های زیبایی، حالا چون مثال زدم، 30% نرخ رضایت مشتری رو بالا میبره. یعنی چی؟ یعنی مشتری حتی راحت‌تر میاد و نوبتش رو استفاده میکنه و حتی سر تایم میاد، یعنی آن تایم تر میشن مشتری. این مشکلی که تو سالن‌های زیبایی هست همینه. در کسب و کارهای دیگه هم دقیقاً به همین شکل نقاط استکاک باعث میشند که مشتری در فرایند خرید خارج بشه. یه جای دیگه آستانه تحملش از این استکاک باعث میشه که خروج کنه، خارج میشه، دیگه با شما همکاری نمیکنه. این مبحث استکاک رو من خیلی ساده کوتاه توضیح دادم تا شما باهاش آشنا بشین و توی کسب و کارتون اصلاحش بکنید. من احسان حمیدم، دانش آموخته مدیریت بازاریابی. سعی میکنم مطالب بازاریابی رو برای شما به زبان ساده بیان بکنم تا شما بتونید ازش استفاده بکنید و برای همه قابل درک باشه و فراموش نکنید که هیچ وقت برای شروع دیر نیست. حالا وقت کاره. خدا نگهدار.